exchange. آقا ما رسیدیم ولی آرمین هنوز نرسیده. گفتش بیا جلو مترو وایسا. آرمینه. بعد آره صبح نشد درست حسابی براتون توضیح بدم. قضیه از این قراره که دارم 5 تا اپیزود آخر سولو رو پخش میکنم توی سینما و ما با کاستوم جینبو اومدیم. من برم آرمین رو پیدا کنم بیام. خب ما آرمین رو پیدا کردیم. بگو سلام. سلام کو. سلام. ولی داریم میریم پیداش. پیدا کردیم دیگه. همین طبقه است. همینه. بریم تو. من پایره متش باز شد. پنجره رو من در آوردم. ولی دیگه داریم میریم تو. خب بچه‌ها ما الان اومدیم تو نشستیم. بعد الان هنوز همه نیومدن برن. خنجره و کاستوم دیدن که و جالبه همه هم انگلیسی صحبت میکردن. آره همه‌شون میگفتن نایس دام فلان. بعد جالبش اینجاست که تهیم ردیف آخر صندلی 5 و 6 و من تو دیوارم دوستان، من دارم پله رو میبینم قشنگ، یعنی قشنگ جلوی من پله است. من با اینجوری مثلا انیمه رو نگاه کنم قشنگ اوریب و مبرر. بعد حالا من چند تا از سکانس‌های خفنو براتون میگیرم، چون معمولا توی سینما ایران سینما میذارن و اینا مثل خارج همه دست میزنن و اینا، خیلی اصلا وایب خفنی داره. سکانس‌های خفنو واسهتون ویدیو میگیرم. داداش ویدیو منه، خودت میگیری. بعد سکانس‌های خفنشو براتون فیلم میگیریم دیگه. alright. بچه خنجرها هم من جفتشو بردم. حالا این یکمی اوضاعش خیته ولی یکی سفارش شده قراره اینو بهترش آماده کنیم. اینم که 3D پرینته ولی خب رنگش کامل به خودم بوده. نقل بررسی هر دوتای اینا رو من توی یه ویدیوی دیگه واسهتون میذارم. بچه ها نیسا واسه چی اومده سولو لولینگ ببینه؟ سینما رو اشتباهی اومده. این نمازی بکنم سینما رو اشتباهی اومده. سوپربول داره میشه. اصلا من اومدم ویدیو بگیرم دیدم یه حاله ای از من هیچی معلوم نیست. همینو میخوام. کوکا نه آی دهنت آها بارخیز ایگه人間はけでも次の獲物はドイツだ。
خب امیدوارم صدام بیاد. ما رفتیم سینما، سکانسش هم براتون میذارم ان شاءالله کپی رایت نخوره. بعد واقعا خفم بود، یعنی واقعا این که مثلا انیمه مورد علاقت مثلا سری مورد علاقت بری توی سینما ببینی واقعا خیلی خفنه و اینکه واقعا خیلی خوب بود. یه سری سوتیای خیلی بدی داشت، حالا یه جاش قطع شد، یه جاش نمیدونم شارژر لپتاپ داشت تموم میشد اینا، ولی در کل خیلی خفن بود و همین من بودی خدا. خب بچه‌ها چطورید؟ از ویدیو اصلی سینما یه هفته‌ای میشه میگذره و متاسفانه ویدیو اون جوری که قرار بود در بیاد در نیومد، چون که آرمین مجبور شد بره و در صورتی که قرار بود فیلم برداری بکنه و ما اونجا بمونیم. ما قرار بود مگامال بمونیم با کاستوم جینبو و خنجراش یکم وقت بگذاریم و اینا و اصلا اونجا قرار بود راجع به همه این موضوع حرف بزنیم. شاید یه چند نفری هم مثلا دیدن اومدن حرف زدن و اینا، ولی خب متاسفانه نشد. ولی در کل خیلی تجربه خفنی بود. خب سول لولینگ مانهوای مورد علاقه همه و فکر کنم هم مشخص باشه و واقعا تجربه خیلی خفنی بود اینکه انیمه سری مورد علاقت رو بری توی سینما ببینی و با اون حس و حالی که داره، با اون وایبی که داره، مثل سینمای خارج وقتی فیلمی میره برای اکران، جمعیت همزمان، اون اشتیاقی که باید اون نشون میدن و اینا، و واقعا خیلی خفن بود. نقد و بررسی این دوتا خنجرم براتون میذارم همچنان این به زودی یعنی ولی خب یه سری اتفاقای فانی هم افتاد که شارژ لپتاپ داشت تموم میشد و یه چی حدود 3 دقیقه اون اروره اونجا بود و بعدش چون فکر کنم یارو اصلا یعنی لپتاپ گذاشته بود رفته بود و وقتی که اومد یعنی برگشت اونو کلیکشو زد رفت اروره. سکانس فایت که تموم شد یه دختری اومد و گفتش که اگر میخواید براتون بزنیم عقب و تقریبا همه بلند داد زدن که آره بزنید عقب و اینم یه کانتنتی بود واسه ما جور شد. نمیدونم سریال، انیمه یا فیلم بعدی که قرار پخش کنن چیه، ولی تمام تلاشمو میکنم که دفعه بعدی هم اونجا حضور داشته باشم با کاستوم کرکتری که حالا قراره چونم انیمهش، فیلمش یا سریالش پخش بشه و امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. بازم ببخشید که اونجوری که قرار بود نشد، ولی خب تجربه خیلی جالبی بود، ویدیوی تقریبا باحالی هم شد. تا ویدیوهای بعدی برخیزید.